بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز داستان صحابیه‌ای رو بخوایم با هم بخونیم. صحابیی که مجاهدوار زندگی کرد و در مسیر جهاد هم به شهادت رسید. شاید این داستان رو برای خیلی ها جدید باشه، اما دوست دارم با دقت نگاه کنید. داستان صحابی بزرگوار امروز ما ام حرام بنت ملحان هست. ام حرام بنت ملحان. ملحان پسر خالد انصاری از قبیله نجاریه هست که جزء مدینه هستن، انصار مدینه هستن. پس قصه ما ام حرام بنت ملحان هست. این یکی از کسانی است که در تاریخ اسمش به صورت جاودانه ثبت شده و در بین زنان مسلمان و زنان صدر اول اسلام دارای شأن و منزلت خاص خودش هست. ام حرام هم در حوادثی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه وجود دارن، هم عصر هست، همراه هست در مدینه منوره، در کنار پیامبر هست. از کسانی هست که به شرف صحبت و صحابیه بودن با کنار پیامبر، یار پیامبر بودن بهره مند شد، با پیامبر اسلام رو پذیرفت، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرد، بیعتی که تمام ذات و وجود و درونش و رگ و پیش رو همه رو تحت تأثیر خودش قرار داد و محبت پیامبر، محبت اسلام در قلبش جای گرفت، در درونش نورانی شد و تا جایی که هم میتونست در مسیر دین خدا از خودش جانفشانی میکرد، خیر و برکت و رحمت رو به دیگران میرسون. در واقع ام حرام بنت ملحان یکی از سابقین اولین در بین انصار هست که اسلام رو پذیرفته. از همون اولین زنانیه که اعلان میکنه که اسلام رو پذیرفته قبل از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت بکنه و جزو همون زنانی است که خداوند شهادت میده به اونها که اینها در کنار مردان مؤمن دارای ایمان و کمال و احسان هستند، که قرآن وقتی ذکر میکنه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، که گروه سابق پیشگام در اسلام از مهاجران و انصار، ام حرام از همین گروه هست. والذین اتبعوهم، و اونهایی که از اینها پیروی میکنن به احسان بر اساس عقل و خرد و صداقت و پایبندی و التزام، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی شد و اونها هم در رضایت الله رب العالمین به یک خوشنودی رسیدن، نه به یک ناشکری و نارضایتی و طلبکار بودن. اونها هم به این رضایت رسیدن و این لذت این رضایت رو لمس کردن که بعد خدا در همین آیه 100 سوره توبه میگه که چه شرایطی و چه پیروزی بزرگی رو برای اینها قرار داده. ببینیم خانواده پاک ام حرام بنت ملحان کی هست. نگاه کنید، ام حرام بنت ملحان خواهر قمیصا هست. خواهر قمیصا هست که اون در واقع که ام سلیم هست. این خودش ام سلیم هست، دختر ملحان، یعنی خواهر ام سلیم یا به عبارتی قمیصا که تو این خواهر ملحان هست. ام حرام با کی؟ با ام سلیم، اینا با هم خواهر هستن. اینم از کسانیه که بهشت و رحمت و فضائل الله رب العالمین شامل حالشون شده. خب تازه داشته باشیم ماجرا رو. اگر شما داشته باشید داشتیم در مورد انس ابن مالک، خب داشته باشید نیا کنید ایشون خاله انس ابن مالک رضی الله عنه هست، خواهر دو تا شهید هست. نیا کنید خواهر دو تا شهید هست، حرام و سلیم ابنه ملحان. یعنی این خودش هم خواهر هست، دو تا برادر شهید شدن، هم خاله انس ابن مالک هست، هم خود ایشون این یعنی دو تا شهیدی که ما نقل کردیم، حرام و سلیم، که برادرای ایشون باشن، در جنگ بدر و احد اینا شاهد بودن و همراه پیامبر بودن و هر دوی اینها در جریان جنگ بئر معونه چیکار شدن؟ به شهادت رسیدن. حرام ابن ملحان گفتیم برادر ایشون هست، جالا خودش ام حرام هست، خودش ام حرام هست که باز فرزندش رو به همین نام قرار داده. داستان از این قراره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نامه‌ای رو به عامر ابن طفیل میفرسته که اون موقع اون فرمانروای قبیله عامر هست و یکی از شعرای
به قول معروف سوارکار و جنگجو هست. وقتی که نامه میرسه به اونجا بهش که حامل این نامه کی هست؟ حرام هست، برادر ام حرام در واقع. این مدونی که نامه رو نگاه بکنه از رو بغض و حسد و بالاخره اون بحث شورش بودن و فلان داستان‌های نقل کردیم که در اون اواخر حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونه شورش ها شکل گرفت. این رو چیکار کرد؟ کشتش. روایت شده از انس بن مالک رضی الله عنه که میگه که خالش که حرام، خوب داشته باشین اصلا کلمات چون نمیخوام قاطی بکنید. حرام خواهر هرمان هست، حالا خالش هم حرام هست. میگه خالش حرام ابن ملحان در روز جنگ مؤونه زخمی شد و داییش معذرت میخوام، دایی رو میخواد، میگه زخمی شد و اونجا بالاخره کشته شد و به دستش زخمی شد و به شهادت رسید. موردی رو نقل میکنه. حالا این یه طرف قضیه است. حالا چون میخوام قصه رو بگم که اسامی شبیه هم یکی ممکن براتون جالب باشه. ام حرام که اصل ما تو داستان رو برمیگرده، این صحابیه، این خودش مادر شهید قیس بن عمرو هست. قیس بن عمرو این فرزندشه و این خودش مادر شهید هم هست. همسر ایشون هم شهیده. همسر ایشون هم عمرو بن قیس شهید هست. نگاه کنید، میگه که این قیس در جنگ بدر هم همراه پیامبر بود و فرزند خودش قیس بن عمرو که اینجا هست میگه با پدرش در جنگ احد بودن و هر دوتای اون در اون روز به شهادت رسیدن. یعنی این ام حرام همسری است که ببینید برادران شهید داره، فرزند شهید داره، شوهر شهید داره. صحنه ها رو تصاویر داشته باشید. این خانواده‌ای سراسر خیر و برکت و رحمت و این شهادتی است واقعی، شهادتی است در مسیر خدا، برای خدا، در راه خدا و اتفاقاتی که هست ما اونجا داریم ازش نقل میکنیم و اتفاقی که افتاده. حالا ببینیم مثلا جریان بیعت ایشون با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیه. این خانواده میدونید که وقتی که مصعب بن عمیر اومد به مدینه، بالاخره تعدادی که ایمان آوردن در بیعت عقبی ثانیه حدود 70 نفر از انصار اومدن اونجا که تقریبا میگه با پیامبر بیعت کنن و اینها کسانی بودن که با پیامبر بودن، در جنگ بدر بودن، در همه شرایط بعدها کنار پیامبر بودن. نکته خیلی جالبی که وجود داره میگه که فرزند خودش محمد ابن عباده از صامت رو ایشون به دنیا آورده. مثلا یک نکته‌ای که برای من خیلی عجیبه، این نوع شکلگیری های خانواده ها و این شهادت ها، جانفشانی ها در راه خدا و بعد ازدواج کردن ها. نه مردها تنها هستن نه زنها تنها هستن. ازدواج های شرعی واقعی و حفظ خانواده و همه نکاتی که وجود داره. حتی بحث موارد، حالا میخوام وارد این مباحث نمیخوام زیاد جزئیات بشم که اینها از دست بدید، اما سخنیه که حتی در این ازدواج هم، این ازدواج دوم ازدواج صحابی و پر از خیر برکت هست و میبینیم که همسر ایشون، همسر دیگری که داره عباده ابن ثابت، هم ایشون دارای همین خیر و برکت و همین موارد درش وجود داره. جزو قهرمانانی است که در جنگ ها حضور داره و در از کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. اما بریم سراغ دوباره همین ام حرام. ببینید ایشون در تقوا، در زهد، در عبادت معروف بود. حتی امام ذهبی در مورد ایشون میگه کانت من عالیت النساء، از زنهای برگزیده و بزرگ عصر پیامبر حساب میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو گرامی داشت، به دیدن ایشون میرفت، چرا که پیامبر وقتی اومد به قبا در خونه ایشون وارد شد. این هم یکی از فضایل دیگه ای که شامل حال ایشون میشه و اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اونم هر وقت به قبا میرفت از خونه ایشون سر میزد و مواردی حتی نقل شده گویا که به نوعی پیوند رضایی هم بین اینها وجود داشته، بین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ام حرام و مواردی که در تاریخ ازش نقل شده. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرفت به خونه اینها، به خونه ام سلیم میرفت و انس بن مالک نقل میکنه که چگونه بود که حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه بار میگه به خونه من، دقت کنید روایت میخونم، میگه دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم. انس نقل میکنه و من نبودم مگر من و مادرم و خالتی ام حرام.
ام سلیم مادرش دیگه. فقال قوموا فلاصلی بکم، پاشید تا من براتون نماز بخونم، با هم نماز بخونیم. فصلی بنا فی غیر وقت صلات، برای ما نماز داد در یه وقتی غیر وقت نماز بود. و لما انتهت هذا الصلات دعا لاهل البیت، پیامبر وقتی که نماز تموم شد برای این اهل خانواده چیکار کرد؟ دعا کرد. دقت بکنید از هر خیری که در دنیا و آخرت باشه. نکته ای که گفتیم اینجا وجود داره که علما متفقن بر این جریان که ام حرام و ام سلیم اینها در واقع برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محرم حساب می شدن. چرا که ابن عبدالبر نقل میکنه که یکی از خاله های پیامبر از طریق رضاعت با اینها نسبت داره و برخی گفتن که خالتان لابیه و لجدیه، یعنی این دو خاله پدرش و پدر بزرگش بوده که از امش از مادرشون از بنی نجار بوده. در هر صورت یک نوع محرمیت رضاعی بین اینها وجود داره و از طرفی خب پیامبر هم برای ایشون مکانت خاصی قائل بود، به ایشون احترام خاصی قرار میداد و گاهی هم که مشکل داشت به خونه اینها میرفت، مثلا انسان مثلا چون بالاخره بحث محرمیت داشت، مثلا مشکلی باشه غذایی بهشون بده و پیش میاد دیگه در زندگی پیامبر میاد میگه که نقل میکنه ام حرام میگه که وقتی تحت همسر عبادت بن ثابت بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد به خونه ایشون و ایشون به رسول خدا صلی الله علیه و سلم غذا داد و پیامبر سعی کرد با اونها محبت برخورد بکنه. نکته خیلی جالبی وجود داره، من سعی میکنم این داستان رو تو همین یک قسمت تموم بکنم. نکته جالبی وجود داره که ایشون به جهاد علاقه داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک مرحله بحث جهاد میشه و صحبت میشه و مناقب شهادت که پیامبر خدا میگه که افرادی هستن که اینها وارد جنگ خواهند شد، جنگ روی دریا خواهند کرد و این جنگ این گونه هست که بالاخره یک سری فضایل داره. من بذار این داستان رو نمیخوام اینجا سریع بگم که از دست بره، دنباله این داستان ام حرام پس همون بهتر بذاریم برای جلسه بعد تا بتونیم این داستان نقش شرکت ایشون رو در جهاد و مقام منزلت دیگری که ایشون داره در اونجا یادآوری بکنیم که حیف نشه خدای نکرده نتونیم یه وقت مثلا از میخوام سریع و شتابان بگم اون اصل قضیه دست ما بره. تا روزی دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون.